لوسی لوسی سلام کن. بگو سابسکرایب یادتون نره. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم، حالتون چطوره؟ حوصله‌مون سر رفت، گفتیم دوچرخه‌شو برداریم یه سر بریم پارک. فرهادم رفت بربری بخره، بریم ما نون پنیر بخوریم. خانم میگه پرپری، خودشم میگه پرپریا. یادمون رفته بود برداریم. زنگ زدم آبجی نسرین چایشم برداشت، اومدیم پارک. آرتین سلام. Boy kahve. Serdir bu Ortin. روحام فرهاد کلاه آرتینو گرفته نیفته. اینم که داره فیلم ادیت میکنه. اومده پارک مثلا. بچه‌ها مهمون جدیدمونو، مهمون که نه، عضو جدید خونمونو دیدین؟ لوسیه. لوسی سلام. لوسی روحان پاستیل داده بهش بخوره. مهمون دارم، رفته بودیم بیرون. وایسا الان اومدم زود شام درست کنم. مهمونم کی میاد خونمون؟ مریم بالا جور پاستیل. لوسی سلام کن. بگو سابسکرایب یادتون نره. خانم اینم خرگوش، اینم زیب زمینی. برون ور. خرگوش بران طرف. یه بار تو اینستا دیدم با برگ مو، خب مو تهدیگ گذاشتم. میخوام این بار امتحان کنم، چون با این مهمونم رو در وایسی ندارم. میخوام این بار امتحان کنم ببینم تهدیگ این چجوری در میاد. حتما فیلمشو میذارم واسه. من سینه مرغو کشیدم ماشین، بعد اینجوری همه ادویه‌هاشو زدم، پیازشو زدم. اگه دیر اومدم خونه یا مهمون عجله‌ای داشتم اینا رو کباب میکنم. ببین از وسط هم یه خط انداختم که راحت بتونم برش کنم. وقتی بچه بودیم هیچ کدوممون نمیدونستیم بریم. اینجا رو فقط داداش من میدونست بره که آخرش منم موفق شدم تونستم برم. حالا چه جوری میرفتم اینجوری. بچه من زعفرون رو اینجوری میزنم روشو. خیلی خوب میشه. یه بارم برمیگردونم میزنم. دوتا رو
یادم رفت زعفرون نزدم. بارشتم حاضره. برنجم دم کشیده. خب از ساعت 7 میگن میام، ساعت 10 هنوز تشریف نیاوردن. لباسامو پوشیدم، منتظر مهمونا هستم. غذام هم حاضر. انشالله بریم ببینیم این تهدیگمون چجوری از آب در میاد دیگه. اینقدری که اینا لفتش دادن فکر کنم دیگه بسوز. الان جزغاله شد. سلام، بالاخره اومدن. بالاخره tapıldılar. بالاخره tapıldılar. Ha, öyledir. بسم الله الرحمن الرحیم. Ağızdan ağza dolanır. خب بشماری. دو. بچه‌ها مهمونا شبم موندن، همین الان رفتن. دیشب مریم گفت تولد حمیده دیگه، کیکینا نداشتی. رو بیسکویت یکم شکلات ریختم، شم گذاشتم که تولد گرفتیم واسش. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه.